سلام، من اومدم امروز با آموزش یک دسر زمستون پاییزی به اسم دسر کدو حلوایی. از اونجایی که کدو حلوایی فقط توی پاییز و زمستون پیدا میشه بهتون پیشنهاد میدم تا زمستون تموم نشده این دسر خوشمزه رو حتما درست کنید و لذت ببرید. اول کدو رو شستم، بعد اومدم خودش کردم. یه مقدار سفته ولی خب خورد شدنی هست. خوردش کردم. حالا شما هم میتونین به صورت دایره دایره خوردش کنین یا اینکه مثل من به صورت هلالی خوردش کنید. بعد از اینکه خوردش کردین پوست کدوها رو میکنین. سعی کنین از یک چاقوی مقاوم استفاده کنین چون همونطور که گفتم یه مقدار سفته. بعد از اینکه کدوها رو پوستشون رو کندین توی یه مایتابه بزرگ مقداری کره میریزین میذارین که کرهتون یه مقدار ذوب بشه. بعد کدوهای حلوایی رو توی مایتابه میچینین و میذارین که دو طرف کدوها سرخ بشه. کامل نمیخوایم سرخ شه، فقط میخوام یه مقدار رنگش تغییر کنه و تیره تر بشه. این طرفشون که سرخ شد کدوها رو برمیگردونیم که اون طرفشون رو هم کمی سرخ کنیم. بعد از اینکه کدوها یه مقدار تغییر رنگ دادن و دو طرفشون کمی سرخ شدن میریم سراغ ادویه هایی که باید به کدوهامون بزنیم. اول کمی دارچین روی کدوها میپاشیم. سعی کنین روی همه کدوهاتون دارچین ریخته بشه. بعد از اینکه دارچین ریختیم حالا میتونین یا مثل من پودر هل بریزین یا خود هل رو حالا در حد 2-3 تا هل روی کدوهاتون بریزین و بعدش 1 الی 2 تا از این گلهای خشک پودر میکنین میریزین و بعدش گلاب به اندازه 1 الی 2 قاشق غذاخوری و زعفرون هم که دل بخواه میتونین بریزین میتونین نریزین. بعدش از شیره انگور 4 الی 5 قاشق غذاخوری روی کدوها میریزین که این هم باز هم به ذائقتون بستگی داره که چقدر شیره انگور بریزید. و در نهایت 1 فنجون خیلی کوچیک آب هم روی کدوها میریزیم و در مایتابه رو میبندیم و میذاریم یه 20 دقیقه الی 25 دقیقه با یک شعله ملایم کدوها پخته بشن و مواد به خورد کدوها بره. و در نهایت میتونید از گردوی خورد شده هم برای سرو روی کدوها استفاده کنید. درست کنید، لذت ببرید، نوش جونتون. لایک و سابسکرایب هم یادتون نره.